best film award goes to It Was Just an Accident. Jafar Panahi. امیدوارم از هیئت داوران، همچنین برگزار کنندگان آسیا پاسفیک و پخش کنندم در استرالیا. به یاد دارم که وقتی خواست اولین دوره آسیا پاسفیک برگزار بشه، توی سنگاپور گروهی جمع اومدیم و هر کی نقطه نظرهاشو گفتش و نهایتا به یک جمع‌بندی رسیدیم برای برگزاری آسیا پاسفیک که یکی دو سال بعد این اتفاق افتاد. منتها اون چیزی که من اون موقع تاکید کرده بودم و الان هم واقعا روش مصر هستم این هستش که ما گفتیم اگر آسیا پاسیفیک میخواد یک اسکار دیگه ای بشه در ناحیه‌ای که داره، تنها راهش اینه که حداقل بتونه اون اتفاقی که در اسکار میفته برای فیلم های بین الملل در آسیا پاسیفیک به طور کلی نیفته. یعنی دست قدرت ها و حکومت ها رو در معرفی فیلم به کلی از بین ببریم و فیلم سازا اینجا رو یک جایی مال خودشون بدونن. خب من 17 سال نبودم و واقعا نمیدونم چه اتفاقایی افتاده و چگونه هستش، ولی امیدوارم که این راه طی شده باشه و الان آسیا پاسیفیک در یک شرایط ایدئال قرار گرفته باشه. باز هم از همه شما ممنونم و امیدوارم این فیلم شایسته دریافت چنین جایزه بزرگی رو داشته باشه. مرسی.